مهدی جان چی میخونی عزیزم؟ من محسن چاوشی میخونم رفیقم. شما با دو تا برادر فرق داری، رفتی جاده دیگه. بفرمایید. رفیق من سنگ صبور غمهام، به دیدنم بیا که خیلی تنهام. هیچکی نمیفهمه چه حالی دارم، چه دنیای رو به زوالی دارم. تنهای بی سنگ صبور، خونه سرد و سوت و کور، توی شبات ستاره نیست، موندی و راه چاره نیست. مهدی جان نسبت به دو تا برادرها داره یکم وقتی ستاتون وایسادین آدم یه جوری دلش نمیاد، ولی تو کاتگوری خودت قشنگه داری میخونی، به هر حال یه سبکی هم دوست داری، ولی خوندن تنها این نیستش که چون بیشتر حرف میزدی تا خوندن. حتی خب اون که اول خوندی که اون همش حرف میزنه، خوندن ما که نشدیم ازش. ولی در مورد دوم آقای هوشمند عقیلی که خب هوشمند عقیلی عزیز که سرور همه است و بچهای گلی هم. اون قسمت اون آهنگ اولی که میخوندی رفتی یه ذره بالا، شما مثل دو تا برادر مثلا میری بالا جون میگیری. بعد اون قضیه آتاتونه رو داشتی در می آوردی، همچین انگار نه چجوری بود اینقدر شاید گوش دادی آهنگ رو. خب برام میره تو قالب اون دیگه. خیلی یه تیکه اشاره هم رفتی خوب خوندن حسابی. آره صدای اون آهنگ خب اون خواننده که انتخاب کردید از نظر خوندن بیشتر دستگاه و این فرماست دیگه. اینه که دوستان خوندن از آقای معین، اونا خواننده است اون کسی که میخونه، ولی که خب بیشتر انتخابتون باعث میشد اونجوری عمل کنی. عذر میخوام آقای اومده بودی با برادرها بودی گفتی منم بذار بیان یه خاطره‌ای بشه. همون هدف. زنده باشی. همین خوشحالم که انقدر روحیه شاداب و خوبی دارید. زنده باشید. خیلی خوشحال شدیم. شما میتونی اگر بچه‌ها خواستن گروه تشکیل بدن شما رپ بخونون وسط که زیاد به نوت و اینا موفق خدا. حال کردید چه انداختن به دیگه جنگ رو